سلام برو بچه چطورین؟ یکی از خوبی های کلیپ امروزمون اینه که خوشبختانه قیافه نحس و کریه و 2/8 منو نمیبینید. از این بابت هم مطمئنم که خوشحالید. نه عرضم به حضورتون امروز احتمالاً دیگه میدونید که قرار با هم دیگه یه ترقه پیازی درست کنیم. البته پیازش به اندازه نیست، ولی چون شکل و شمایلش به پیاز شبیه بهش میگن پیازی. برای شروع کار یک مقداری کبریت، البته نه اینقدر کبریت، همین یه دونه باشه بس. خب بقیه‌شو میریزید پایین. یه دونه کبریت میخوام که اینو خالیش میکنیم. به هر دوتای قسمت اینا هم نیاز داریم. به وسیله ان بردست، حالا نمیدونم چرا اینو بهش میگن ان بردست، چون کلا میگم اسمش هم زایه دیگه. آدم میاد دستشو میکنه توی ان، میاد این سر کبریتا رو، این بوگرداشو اینجوری خالی میکنیم. خالی نه، یعنی جدا میکنیم. یه چیزی بهتون بگم، واقعا بچه‌ها این جدا کردن این سر کبریتا کار خیلی سخت و طاقت فرسا و اتوماتیکیه. یعنی بعد از کار توی معدن به نظر من جدا کردن این سر کبریتا یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. بریم کلیپ رو بذاریم روی دور تند. من این سر کبریتا رو همش جدا میکنم. بریم و برگردیم. ما تقریبا الان یه قوطی کبریت رو همه سراش رو جدا کردیم. اینا من بکشم توی این چوسه کبریت به ما داده. خب حالا بریم همینا چقدر خوب میگم، همینا رو باید دوباره قشنگ اینجوری لهشون کنیم که یه دست رو صاف بشن، یعنی قشنگ پودری بشن. بچه یک چیزی که حتما باید رعایت کنید و در نظر داشته باشید اینه که سعی کنید اینا رو به هیچ وجه، بهتره که تو خونه انجام ندین این آزمایش‌ها و این ساختنی ها رو، و اگر خواستید انجام بدید حتما موارد ایمنی رو رعایت کنید. تو مرحله بعدی از این پوست کبریتمون استفاده میکنیم و به وسیله یه تیغ یا کاتر یا هرچی این قهوه‌ای رنگایی اینجا هست و یکم خراش میدیم. خیلی آروم میریزیم داخل همون چیزی که قبلا پودرشون کرده بودیم. حالا اینا رو دوباره همش با هم میکس میکنیم. حالا اینجا یه لایه از دستمال کاغذی نیاز داریم، یه لایه خیلی نازک. این دستمال توالت ها یه لایه شو اینجوری جدا کنیم که خیلی نازک باشه. این موادی رو که با هم میکس کردیم بریزید وسط این دستمال کاغذی. مقداری خیلی کم سنگ ریزه نیاز داریم. هرچی سنگاتون ریزتر باشه بچه بهتره. خب این سنگا هم آروم میریزیم روی هم موادی که درست کردیم. یه مقداری هم اینجا با هم قاطیش میکنیم. حالا این دستمال رو همینجوری که هست بلند میکنیم، اینجاشو میپیچید کم سفت بشه. اضافیش هم اگه نیاز نداشت میتونید اینجاشو بچینید، چون دیگه اضافیش اصلا نیازی نداره. اوکی خوبه. خب این ترقه پیازی ما آماده شد. بریم که تستش کنیم. خب بچه ها این هم از تست ترقه پیازیمون که خیلی خوب انجام شد و الحق صدای خفنی هم داشت. حالا اینجا چون سر زور بود دیگه من نرفتم تو کوچه همسایه ها آسی بشن از دستمون. همینجا توی پارکینگ خونه گذاشتمش تو آوندسته و محکم
زدم روش که ترکید. اگه اینو محکم، خیلی محکم به سمت دیوار پرت کنید بخوره به دیوار میترکه و صدای خیلی خوبی هم میده. فقط موقع تست حتما احتیاط کنید، اون سنگریزهایی که داخلش هست خیلی خطرناکه، خدای نخواسته به چشم و چار و چیش و گوش و دست و پا و بینیتون نخوره، خودتون رو ناقص آشولاش نکنید. خیلی حرف زدم، بسته. اگر این کلیپو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و دکمه زنگوله هم بزنید که هر وقت کلیپ جدید گذاشتم بیاید ببینید و لذتشو ببرید. و چند تا کلیپ هم آخر این کلیپ میاد، اونا هم ببینید، مطمئنم خوشتون میاد. تا کلیپ های بعدی، خدایا رو نگهدارتون.